علی رضی الله عنه پیامرسان وحی. رسول معظم اسلام فرمود جبرائیل این وحیی که میاری، این آیاتی که میاری از کجا میاری؟ عرض کردم یا رسول الله کنار عرش یه پرده آویزونه، من میرم کنار پرده وا میستم، یه دستی از کنار این پرده میاد بیرون، از اون دست میگیرم و میام. فرمود تا حالا نفهمیدی صاحب این دست آخه کیه اون پشته؟ گفت آقا من اجازه ندارم کنار بزنم. فرمود من به عنوان ولی تو بهت اجازه میدم، این دفعه که میری کنار بزن و ببین پشت این پرده کیست و برا من خبر بیار. وقتی برگشت گفت یا رسول الله دست که اومد بیرون با اجازه شما، پرده را زدم عقب دیدم پشت پرده علی است. پرده را زدم عقب دیدم پشت پرده علی است. پرده را زدم عقب دیدم پشت پرده علی است. این نتیجه غلو و افراط آخوندهای رافضی درباره مقام امام علی رضی الله عنه است که ایشان را از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و جبرئیل علیه السلام بالاتر دانسته و به مقام الوهیت میرسانند و ایشان را واسطه بین الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم میدانند. الله متعال میفرماید وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. و پیامبر از روی هوا و هوس سخن نمیگوید، آنچه میگوید جز وحی نیست که بر او فرستاده می شود. فرشته‌ای بس نیرومند آن را بدو آموخته است. فرشته‌ای نیرومند آنگاه راست و درست ایستاد و او در کناره بلند آسمان بود. آنگاه نزدیک شد، سپس فرود آمد تا آنکه فاصله او به اندازه 2 کمان یا کمتر گردید. سپس الله به بنده خود آنچه را که باید میرساند وحی کرد. الله متعال جبرئیل علیه السلام را پیام رسان بین خیش و پیامبران میداند، اما این آخوند رافضی این نقش را به علی رضی الله عنه میدهد. حال باید از این آخوند رافضی پرسید رسول معظم اسلام فرمود جبرائیل این وحیی که میاری، این آیاتی که میاری از کجا میاری؟ عرض کردم یا رسول الله کنار عرش یه پرده آویزونه، من میرم کنار پرده وا میستم، یه دستی از کنار این پرده میاد بیرون، از اون دست میگیرم و میام. فرمود تا حالا نفهمیدی صاحب این دست آخه کیه اون پشته؟ گفت آقا من اجازه ندارم کنار بزنم. فرمود من به عنوان ولی تو بهت اجازه میدم، این دفعه که میری کنار بزن و ببین پشت این پرده کیست و برا من خبر بیار. و ببین پشت این پرده کیست و برا من خبر بیار. وقتی برگشت گفت یا رسول الله دست که اومد بیرون با اجازه شما، پرده را زدم عقب دیدم پشت پرده علی است. پرده را زدم عقب دیدم پشت پرده علی است. اولا سند این روایت دروغین شما کجاست؟ ثانیاً آیا درجه و مقام علی رضی الله عنه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بیشتر است که از هنگام نزول اولین آیات قرآن کریم در سن 10 سالگی در کنار عرش آیات قرآن را به جبرئیل علیه السلام میرسانده است؟ تناقض دیگر این آخوند رافضی این است که ادعا می کند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نمیدانستند که
آیات قرآن از کجا بر ایشان نازل می شود؟ در حالی که همین آخوندهای رافضی ادعا می کنند که امامان آنها علم غیب دارند و می گویند که ائمه از علم گذشته و حال و آینده و هرچه که بوده است و خواهد بود خبر دارند. یعنی امامان از همه این چیزها خبر دارند، ولیکن رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیدانسته که وحی از کجا بر ایشان نازل می شده. جناب آخوند، باید بدانید که دوستی با علی رضی الله عنه به تراشیدن فضایل دروغین برای ایشان نیست، بلکه پیروی از راه ایشان و قدم گذاشتن بر نقش قدم ایشان است که شما از آن بی بهره اید.